بگو. فاصله 5. درست آقا. آره استارت بزنید. چشم. شروع زد. خب یه مساحتی سنس کن با دستگاه. پایان. آره استاپ بزن. یه خورده کم سنس کردی ولی بازم مشکل نداره. خب الان دستگاه تو تا فاز مثبت برای ما گرفت. خب لیزر رو روشن کن. اینا رو تو محیط نگاه کن ببین چی به چی. لیزر تو روشن. لیزر که روشن. لیزر سمت درخت است. این بره. نه روشن آره، لیزر رو درخت است. خب لیزر رو آره. درخت است. خب اینجا به ما یه فلز با عدد چند میده؟ آهنه آهنه. 210 تو 5 متریه. دوباره بیاد سمت راست. بیا یه حفره است. حفره 1 متر و 42. یه دستکنده. آره. حفره نیست، یه دستکنده. یه چیزی مثل عمقش هم میزنه؟ کنده اونجا هم کندیم فکر کنم. عمقش هم میزنه؟ عمقش رو 2 متر داره میزنه. یه جا کنده شده.